امشب قرار حاجت روا بشی. چرا؟ چون از بین 3 میلیارد مسلمان تو تونستی این پستو ببینی. پس توی دلت نیت کن و برای رسیدن به مقصد بنویس یا الله. بیا داخل کپشن نتیجه. اگه از روز سه‌شنبه شروع کنی و تا سه‌شنبه بعد ادامه بدی، حاجتت برآورده میشه. این دعا مثل یه شمشیر برنده اثر داره. ویدیو رو ذخیره کن و به نیتت عمل کن. یه هفته جواب میگیری. باید از روز سه‌شنبه با 101 بار خوندنش شروع کنی. شنبه یا متعالی یا الله، یک شنبه یا رافع یا الله، دوشنبه یا مصور یا الله. یک نکته دیگر که واقعا قابل توجه است دوستان، شاید شما هم با آن برخورده باشین که میگویند این پیام را برای چند نفر بفرست تا حاجتت روا شود. دوستان عزیز، هنری لیونر فقیه دینی اسرائیل گفت ما با طراحی پیام‌های فارسی، عربی و ترکی و غیر زبان‌ها با آوردن نام خدا و پیامبر و آیات قرآن در پیام‌ها می‌نویسیم آن را برای 10 نفر و یا 9 نفر بفرست تا معجزه ببینی. با گذشت زمان مسلمانان می‌بینند خبری از معجزه نیست، پس آن را خرافات تلقی کرده و این گونه ایمانشان را کم کم از دست می‌دهند. لطفاً در نشر این پیام کوتاهی نکنید و به هر گروهی که عضو هستین بفرستید تا ریشه این پیام ها کنده شود. جزاکم الله خیرا.